إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، امروز هم که باشد بهر شما در بیان فضائل دهه ذوالحجه که بسیار جای افسوس و بسیار جای حسرت ندامدم بگیم هست که اکثر مسلمان ها در عصر 21 زندگی میکنن به همین قدر ترقیاتی که تکنولوژی پیشرفت کرده. از اونها پرسان میکنن درباره دهه ذوالحجه و فضیلت های آن. اونها در جواب میگن ما نو این را میفهمیم، این چی باشه، این چگونه عبادت باشه، این چی باشه که ما این خبر نداریم. در حالی که ما دعوا میکنیم که الحمدلله آن هستیم، لیکن از فضیلت و برکت این دهه ذوالحجه بخبر هستیم. در حالی که الله متعال پروردگار که ارحم الراحمین، غفار و ستار است، جبار است و پروردگار مهربان، به کام و به زبان و بندگان خودش در کلام ربانی می‌فرماید استعیذ بالله والفجر و لیال عشر. مفسرین کرام در بابت این و لیال عشر میگن رابطه بر فضیلت 10 روز ذوالحجه هست. افسوس که ما و شما نمیدونیم، در حالی که احادیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم در این بابت فضیلت این دهه برگچخه بیان میکنه. اگر انسان ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت داشته باشه، الکی درک میکنه که چقدر ثواب بزرگ پیامبر ما و شما را وعده کرده است. در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم گفت از روی ثواب دهه ذوالحجه گفت هیچی او را برابر شدن نمیتونه. اصحاب کرام گفتن یا رسول الله، حتی جهاد در راه الله هم ثواب دهه ذوالحجه را دریافت کردن نمیتونه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت حتی جهاد هم دریافت کردن نمیتونه مگر مجاهدی که در راه الله به مال جانش میفروید و بر نمیگرده، یعنی شهید میشه، همون ثوابش برابر دهه ذوالحجه میشه. ای عزیزان دل، مادامی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر کنه که فضیلت این دهه ماهی بگیم ذوالحجه را این مرتبهش بالا بردن، وای بر حال ما و شما که چرا اینقدر تنبل هستیم، چرا محبت نداریم به شب زنده داری این شبها، در حالی که چقدر فضیلت بزرگ داره که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه کن فضیلتش به گیجا برد، حتی به شهادت برد، رسول از شهیدم بالا بردش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فضیلت این 10 روز ذوالحجه را. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنه که مجتهدین کرام اکثریتش از سلف صالح روایت میکنن که در این دهه ذوالحجه که می در آمد اونها چکار میکردن؟ کمر هیبت میبستن و طاعت بندگی را در اون روزا و شبا زیاد میکردن. و امروز هم که باشد علمای تاجیکستان به حساب 18 بودم شمسی و قمری هم به مسلم پرام گرفتن که روز چهارشنبه اول دهه ذوالحجه میدروید و هر برادر هر خواهر که میخواه روزه بگیره و شکر کنه از او سرش بخیزه. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنه که در این دهه ذوالحجه چکار کنه؟ طاعت بندگی. اگر روزه گرفتن نمیتونیم قرآن بخونیم، ذکر کنیم، تسبیح بگیم، ذکر الله کنیم.
به چه خاطر یک حدیث دیگه هم در این رابطه میخوام به سمع شما برسونم که اصحاب کرام رضی الله عنهم میگه دهه ذوالحجه که میدرمد، حتی میگه به بازارها میرفتن تکبیر گفتن، تکبیر گویان میرفتن، مردم که اونها را میشنویدن میفهمیدن که دهه ذوالحجه درمده است، مردم هم برابر اونها تکبیر میگفتن. نگاه که اصحاب پیغمبر همه میل شفقت شو به جنت بود، به عمل صالح بود. امروز ما و شما را عزیزان دل، دنیا هم فریفته مو کس که میل شفقت مو محبت مو فقط برای دنیا هست. غم زن و فرزند میخریم، غم خانه و در میخریم، غم پدر و مادر اکا و دودر میخریم، لیکن از همه نعمت بزرگ که این ایمان است، اسلام است، غم او میخریم. غم اسلام باید خوردن، باید از هم مهم غم اسلام بخونی، به خاطر که همه نیکی که امروز به پدر و مادر میکنیم، به خواهر و برادر میکنیم، به نعمت اسلام است عزیزان دل. به خاطر کوشش کنید که این دهه ذوالحجه از ما و شما خالی نروه. انس ابن مالک رضی الله عنه در دیگر حدیث میگوید که مردم امروز بعضی گناه ها را خرد میشمارند، در حالی که ما اینها را هلاک کننده میشماریدیم. یعنی ما از این گناه ها هم که سخت پرهیز میکردیم، لیکن مردم این را خرد میشمارند. و چه خاطر امروز ما و شما گناه ها را خرد میشماریم؟ به خاطر که این فضیلت ها را، این روزای بهترین، شبای بهترین خالی از دست میدیم. رمضان می اکثر مسلمان نگه میکنه روزه خور است. رمضان می اکثر مسلمان نگه میکنه قرآن خواندن میتونه، ذکر خدا را کردن میتونه. این دهه ذوالحجه میدونه اکثر مسلمان حالی نمیدونه که دهه ذوالحجه چی است و چی فضیلت ها داره و پیامبر فضیلت ای را برابر شهادت در راه خدا برده است، رسونده است. نگاه که یک برادر از بحر جان و مال و زن و فرزند و پدر و مادر میگذره در راه خدا شهید میشه، لیکن انسانی که این شبا و این روزا را شب زنده داری میکنه، درود و صلوات به پیامبر میفرسته، قرآن میخونه، عبادت میکنه، ثواب هم شهیده به دست میاره. امروز اکثر ما و شما مسلمان ها نگاه کنه که از دهه ذوالحجه هیچ معلوماتی نداریم، هیچ فهمیشی نداریم، لیکن از یک برادر ما، اگر از یک جوان مسلمان، اگر از بگیم کمانده های بگیم که فوتبالیست پرسانش کنیم، از یک تاریخ یک بگیم که ارتیست پرسان کنی، از یک اکتیوری که غیر دین است، کافر است، همیشه دشمن اسلام است، پرسان شو کنی، مسلمان ها همه اکتیورا را میشناسن، همه ارتیست های خدا زاده بی ایمان میدونن، همه فوتبالیست، همه تاریخ دنیا را میدونن، لیکن از دهه ذوالحجه پرسشو، از فضیلت رمضان پرسشو، از فضیلت نماز روزه پرسشو، اکثر مسلمان ها نمیدونن. وقتی از فضیلت اونها میپرسی، اونها با تو میگن ما عالم نیستیم. این گپ در عالم رفتن نمیکنه. عالم کسی را میگن که همه علم از خود کرده، لیکن مسلمان حداقل فضیلت دهه ذوالحجه را باید بدونه، احکام قربانی را باید بدونه، احکام عید اضحی و عید فطر را باید بدونه مسلمان ها. به همین خاطر اون اصحاب کرام که از خدا یقینا که میترسیدن و برای آخرت شو سبقت میکردن، فکر آخرت میکردن، اونها وقتی که احد میگفتن، الله که میگفتن، دشمن از اونها هراس داشت، دشمن از اونها میترسید. امروز چون دشمن اسلام از اسلام نمیترسه، از مسلمان ها نمیترسه، نبراد مسلمان روز به روز داره ضعیف میشه و ترسانچک شده است. روز به روز مسلمان در جان همدیگر میافته، روز به روز مسلمان خون همدیگر میریزونه، روز به روز مسلمان آبروی همدیگر میریزونه، روز به روز مسلمان تهمت به مسلمانش میکنه، به خاطر که این فضیلت ها و این نعمت هایی را که الله رسول الله صلی الله علیه و به ما و شما همچه هدیه فرستادن، او را ما شب زنده داری نمیکنیم، او را ما همچه هدیه بهترین قبول نمیکنیم. در رمضان یا روزه نیم کالا میگیریم، روز دراز غیبت میکنیم. دهه ذوالحجه میدرویه، نمیدونیم که دهه ذوالحجه چیه، نه خیر احسان میکنیم، نه ذکر میکنیم، نه صلوات میگیم، نه قرآن خوانده میتونیم. امروز اکثر مسلمان ها قرآن خوانده نمیتونن. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنه که این شبایی که دهه ذوالحجه که از روز چهارشنبه میدرویه، ایرا شب زنده داری
شبوش اگر تو چند قی میتونی و روزوش عبادت کنی، حدی هیچ از توانش ما نمیایه، از دستش ما نمیایه، حداقل در یک روز 10 صلوات به جناب پیامبر سلام بفرسته. حدی اقل پیش از خواب رفتن در جاگه که پیش از اینکه خواب میره سر در بالین میمونه 33 بار سبحان الله بگی، 33 بار الحمدلله بگی، 33 بار الله اکبر بگی. حدی اقل کمش. ما امروز دعوا میکنیم که ما مسلمان هستیم، ما مذهب حنفی داریم و دیگر هستیم، لیکن امروزه اکثر ما و شما دعوای مسلمانی میکنیم، به زبان میگنی. امروز اکثر مسلمان ها را در شبکه های اینترنتی نظر میکنی، میگه اگر تو الله دوست بداری کلاس بمون، اگر تو رسول الله دوست بداری کلاس بمون. لیکن دعوای این دروغی ما در همه جا آشکار است. لیکن یگان مسلمان را که پیدا نمیکنی که بگوید که اگر تو پیامبر را دوست بداری 10 صلوات بفرست و این صلوات به 10 کس باروان که اونها 10 کس بگن. اگر تو الله دوست بداری پیش از خواب رفتن 10 بار سبحان الله بگو، 33 بار سبحان الله بگو، 33 بار الحمدلله بگو، 33 بار الله اکبر بگو. وقتی ما سبحان الله میگوییم که پاک است الله. الله آنقدر از این ذکر ما خوشش میاد که به سبب این ذکر الله که ذات پاک است من شما را پاک میکنه. لیکن این را با کی میگویی؟ این مشکلات با کی میگویی؟ امروز اکثر مسلمان ها وقتی این قصه و این امر معروف را براش بیان میکنی میگوید که ما وقتی نداریم اینها را گوش کنیم. از عصر 21 شده است میگه اینها گپایی هستن که پیشینی ها میگفتن. از ما باید پیشرفته کنیم، باید دیگر کارهای غیر دینی کنیم. نعوذ. اکثر مسلمان ها که در ملک غربی از پیش پدر مادر دور همین کارها را میکنن. لیکن برادرای را فراموش نکنین که فردای قیامت میریم الله متعال از من تو میپرسه. وقتی عملها کم باشه، عملهای نیک مکم باشه، حسرت میخوریم، ندامت میخوریم، صدر سنگ میزنیم، لیکن او وقت دیر میشه. بچه خاطر به خاطر که الله ما برای تو فضیلت قرآن دادم، در قرآن چند فضیلت بود. رمضان دادم که در رمضان چند فضیلت بود. به تو عبادت دادم که در عبادت من چند فضیلت بود. به تو پیامبر فرستادم که در صلواتش چند فضیلت بود. به شما دهه بگیم حجه فرستادم که چقدر فضیلت داشت. همه این فضیلت ها را من بهر شما فرستادم. الله میگه لیکن شما فقط پی شیطان، راه شیطان را به خود چکا کرده؟ اختیار کرده. راه اسلام، راه محبت دین ایمان مانده و به راه شیطان رفته. اما مولوی جنون چی زیبا میفرماید در مسند خود، در شعرهای مبارک خود میفرماید ذکرم آن که رو تابد به دنیا، هر کسی که در دنیا روش میگردونه ای عبادت ای رحمت مغفرت روش میگردونه، فقط میل دنیا میکنه. ذکرم آن که رو تابد به دنیا، به فردا حشر خیزد زشت اعما. فردای قیامت در حشر گفته میدان قیامت میگن میخیزد زشت اعما، همو قروش بزیبه. اعما گفته کورا میگن هم روش بزیبه سیاه، هم چشماش کور است. زیر خاک خیزد دیده اشکور، سیاه گشته دلش چون لیل به نور. میخیزد چشماش کور، روش سیاه، دیگه دلش نور نداره، دل سیاه داره. کند ناله همان بنده به مولا، بعدا گریه مینه به درگاه پروردگار هم بنده که حکمت چیست چشمم را کردی اعما. آخه یا الله من در دنیا چشم زیبا داشتم، من کار میکردم، من مثل مردم الحمدلله میگفتم مسلمان هستم، به دنیا داشتم دو چشم روشن، بکردی کورش ای دارنده ایمان. میگه در دنیا من دو چشم زیبا داشتم که به امید دیدم نظر میکردم، چرا یا الله مهربان این چشم های مرا مبدل به کور گردانیدی، به اعما گردانیدی. عزیزان دل نظر کنه که الله به بنده چی جواب میگوید. به بنده چی میگوید؟ خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. الله میگه من نعمت زیاد دادم. چقدر نعمت الله زیاد است. این دهه ذوالحجه یک نعمت بزرگی است. در این دهه ذوالحجه سبحان الله که میگیم به غزره
دهه ذوالحجه که بگیم 800 تا 700 ثواب بگیریم، در دهه ذوالحجه ما اگر یا سبحان الله میگیم یا الحمدلله میگیم یا صلواتی که به پیامبر میفرستیم، ممکن 1000 ثواب مبتن الله متعال. ایراد فضیلت بزرگی و ثواب و پاداش فقط الله خودش میدونه. همین یک نعمتی بزرگی است که الله این دهه ذوالحجه را به ما و شما داده است. همراه میگه که خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. همینقدر نعمت زیاد دادم. الله میگه به دنیا دادم نعمت فراوان، تو را امر کردم به ذکرگویی، زی دشمن اعتراض دوست جویی. همدی تو را امر کردم به ذکرگویی، ذکر طاعت بندگی مرا که دوست بشناس، از دشمن پرهیز که. دشمن انسان کی است؟ شیطان ملعون است. امروز ما داریم فعل خاراکتر کرداری غیر دین دوست می‌داریم، با خود اختیار کردیم. لیکن اون چیزی که اسلام عزیز خودمان آورده است، دین مقدس اسلام آورده است که سرتاسر همه رحمت است، همه مغفرت است، همه هدایت است، همه نیکی است. نفسام و درونام و که سیاه کسی او را قبول نمیکنه. هر بهونه میکنیم ای ما مونده ای ما بفراییم، در حالی که تا نیم شب شبکه‌های اینترنت گفتگو میکنیم. بعدا سوال میکنیم اهل علم که دجال کی پیدا میشه، در حالی که دجال در دستامو هسته. به جای اینکه امر معروف گوش کنی، تا نیم شب زنهای نامحرم بیدای حرام شبکه‌های حرام در نظر میکنی. لیکن یک بار فضیلت این دهه ذوالحجه را گوش نمیکنی که کمتر عقلت بجاد بیا، کمتر دور شی که این فضیلتی بزرگ داشته است. بیا ما شب زنده داری کنم، بیا ما طاعت کنم، بیا ما خیر احسان کنم. الله مرا میرسونه یا نمیرسونه؟ الله خودش دانا هسته. بعضی انسان های هسته که بعضی علما و مجتهدا و دوستای خدا هستند دهه ذوالحجه میمردن، لیکن خداوند متعال به دهه ذوالحجه را نارسیده جانشون میگرفت. به چه خاطر؟ به خاطر اونها با اون حدیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشتن، باوری داشتن که پاداش این ذوالحجه برابر شهیدای راه خدا هسته. مادام پیامبر پاداش برابر شهید راه خدا که برده است، ای مسلمان ایرا غفلت نشمار، ایرا دستی کم نگی، ایرا بیداری بگی که فردای قیامت نجات برات مشکل است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به همین خاطر عزیزان دل، ممکن که اکثریت ما و شما از این فضیلت دهه ذوالحجه به خبر باشیم. بنده به علم ناکافی خود به شما بیان کردم چیزهایی را که ضروری بود، چیزهایی را که برای هر مسلمان در کاری بود. به علم ناکافی خود به سمع شما رساندم. هر کدام شما میتونید نوار وقتی که گوش میکنید با خود یک برداشت، یک فکر، یک عقیده دمیه که چقدر فضیلتی بزرگ داشته است و با یار و دوستان خود این را بفرستید تا که یار دوستان شما هم برادرای شما هم بیدار شوند، بفهمند فضیلت این را به جا بیارند تا که در ثواب اونها هم شما شریک شید. در اینجا صحبت خود ما خاتمه می‌دهم. پروردگار مهربان همه ما مسلمان ها را آمدن این دهه ذوالحجه به عبادت به احسان پروردگار مهربان ما را نصیب روزی بگردان. پروردگار مهربان بر ما توحید نصیب بگردان که خالی از شرک باشه. پروردگار بر ما عبادت نصیب بگردان که پر از اخلاص باشه، خالی از ریا باشه. یا الله بر ما عبادت نصیب بگردان که خالی از ریا باشه. یا الله مهربان بر ما نعمت بده که خالی از منت باشه. پروردگار بر ما در برابر نعمت های دادگی ما بنده ها را شکر کننده بگردان. یا الله، یا الله مهربان در آمدن این دهه ذوالحجه آنقدر توفیق ایمانداری را بر ما زیاد بگی که این لحظه ها را غنیمت بدونیم به طاعت بندگی بپردازیم. و پروردگار مهربان همه امت اسلام امروز پراکنده هسته، همه امت اسلام میل و محبت چو برای مسئول شده است. یا الله مهربان تو ذات هستی که مقلب القلوب است. قلب های همه بنده ها در دست قدرت تو، بنده عاجز تو، به درگاه تو پروردگار رو دعا میکنم که قلب های مؤمنان رو نسبت همدیگر مهربان بگردان. امت از تفریق اندازی
از همه حرامی ها پروردگار مهربان نجات بده. و پروردگار مهربان دنیا و آخرت ما مسلمان ها را آباد بگردون. و پروردگار را در این لحظه های زندگی هر برادر، هر خواهر آرزویی که از دنیوی دارد، از اخروی دارد نیک باشد، پروردگار پرورده نیک بگردان. اللهم إنا نسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا هو بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. اللهم حسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أوصلنا إلى جميع مقاصدنا وتقبل توبتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا والإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم في كل بلد المسلمين. اللهم أنت أرحم الراحمين وارحم أمواتنا. اللهم أنت الستار واستر عيوبنا. اللهم أنت غفار فاغفر ذنوبنا. اللهم أنت أرحم الراحمين وارحم أمواتنا يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني وارزقني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.